سلام و درود به تمامی رفقا. امیدوارم حالتون خوب باشه. من بیکم میرم و خوش اومدید به ویدیو خفنه دیگه. رفقا میدونم بیشترتون دیوایستون ضعیفه و آنچنان FPS نمیتونید بگیرید که بخواید یک گیم پلی تمیز رو داشته باشید. من امروز اومدم بهترین راهکار برای اینکه FPS تون رو بالا ببرید و بهتون بگم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کامنت دنبالیاتون نره. این اینستای منم این بالا میاد، حتما اونجا رو فالو کنید. پس بدم بریم سراغ این ویدیو خفن. Let's go. I'll never forget this day. خب رفقا، الان بهترین کار اینکه گیم بوستر استفاده کنید که خیلی تاثیر میذاره رو FPS تون. الان ما میریم ترینینگ تست میکنیم. الان این تستی که براتون میکنم بدون گیم بوستره. الان من گیم بوستر ندارم و گرافیکم رو حالت هایه. نه های که چه ارز کنم، اوترا. گرافیک اوترا رو الان دارم. همونجوری که دارید میبینید لگم دارم چون دو گوشیم شارژه و دارم براتون ویدیو میگیرم. بعد حالا من یه چند تا گان میگیرم. خب گان رو گرفتم. بریم بزنیم. ببینید من هم لگ دارم میس میدم. میسا رو میبینید چقدر میس دارم. بعضی جا میخوره. فعلا که داره اینجوری میخوره. این الان بدون اونه. بدون این الان اینی که من دارم میزنم الان بدون گیم بوستره. خب این بدون گیم بوستر. حالا میایم بیرون از گیم. میایم بیرون. گیم رو میبندیم و وارد این گیم بوستر میشیم. گیم بوستر فایر. اینو میریم داخل. رفقا لینک دانلود این زیر ویدیو هست. تو کامنت هم میذارم. اگه تو توضیحات ویدیو کار نکرد زیر ویدیو هست میتونید استفاده کنید. اینجا وقتی وارد میشید از این قسمت به علاوه رو میزنید. گیم فری فایر رو اد میدید. بعد جی فیکس تول اینجا میتونید تنظیم کنید که چه گرافیکی باشه. هر چقدر پایین‌تر باشه FPS تون بهتره. اینو میتونید بالاتر هم تنظیم کنید. حالا ما میذاریم رو بالاترین درجه. گوشی منم که الان 47 درجه دماش بالاست. و سیو رو میزنم اینو سیو میکنم. و منتظر میمونیم تا اینو سیو کنه که سیو شد. اینجا بخش کلیر رو که بزنید برنامه‌های اضافی رو میبنده که چی بشه، گیم روونتر بشه و بهتر بتونیم گیم بزنیم. اینا رو میبنده که تمام شد کارش. بعد میایم رو فری فایر میزنیم که اینو بهینه کنه که بتونیم بهتر پلی بدیم. بعد از اینکه انجام داد لانچ رو میزنیم و گیم رو لانچ میکنیم و ببینیم چجور میشه. الان فری فایر هم خیلی بعضی وقتا ادا میده ها. یعنی بار دوم که میخوای بری گارنا دنبال یه جا فقط منو ای خدا فقط منو زایه کنیم بشر گارنا لاشی. حالا من اینو اینجوری کردم دیگه. همه چی شده دیگه. جلو چشم خودتون زدم. بهینه سازی هاشو کردم. الان وارد شدیم. وای بیا برو جان مادرت.
دیگه خدایا خداوند چه گیر نتی افتادیم. رفقا من برم این نتو درست کنم بیام، این تا اطلاع ثانوی دست سر من بر نمیدارم. خب نتو درست کردیم. رفقا اینم بگم چون که من رکوردم بازم FPS از من کم میکنه، به خاطر رکورد بودن من بازم FPS کم میشه. کانال رو میگیریم. الان که اینجوری دارم میبینید اینجوری شد. من کلا با وود نمیتونم آنچنان چیزی بزنم. اینم وضع الان. البته من میسم میدم سنسمو جدید چیدم. سنس جدید چیدم. من آنچنان پلیر خوبی نیستم میسا رو زیاد میدم، ولی میگم خیلی تاثیر داره. الان FPS من رو خیلی بالاتر برد. وقتی هم اونجا بودیم نمیدونم دقت کردید یا نه، مموری یوزیجم رو زده بود دیگه، دیدی که چقدر کمترش کرد. وقتی که من زدم برنامه ها رو اینا رو ببنده بهینه سازی کردم چقدر کمتر شد. الان عکسش هم براتون رو تصویر میارم که چقدر کمتر شد مموری یوزیج من و چقدر گیم روونتر برای من اجرا شد. چقدر روونتر، چقدر بهتر، خودتون دارید میبینید. خب ما برگردیم به لابی. رفقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبالیتون نره تا یه ویدیوی دیگه همتون خاطر بزرگ میسپارم. بای بای. Hit, 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 hit.